ماینکرافت رو هممون میشناسیم و همچنان هم بازی می‌کنیم و حتی یه سریامون از دوران طفولیت مشغول پلی دادن این بازی جذاب هستیم. اما میدونستین ماینکرافت یک داستان و تاریخ هم داره؟ میدونستین لباسی که تن استیو مربوط به یک قبیله بوده و همه این لباسو میپوشیدن؟ میدونستی خیلی از ماب‌ها توسط همین قبیله خلق شدن و به تکنولوژی پیشرفته‌ای دسترسی داشتن؟ ادیتور، ساز تو بیار، بنواز. آقا تا به حال براتون سوال شده که یه سری سازه‌های ماینکرافتی مثل اوشن مانیومنت‌ها یا معدن‌های ماین و چه می‌دونم تمپل‌ها و اینجور چیزا چجوری و توسط چه کسایی ساخته شدن، در صورتی که اصلا هیچ مابی توانایی ساخت به جز خودمون نداره؟ براتون سوال نشده؟ خیلی قبل‌تر از زمانی که توی اوورورلد یا همون جهان اصلی هیچ زامبی وجود داشته باشه، مردم باستانی وجود داشتن به اسم قبیله شلوار آبیا. این مردم باستانی چندین سال بود که روی این زمین زندگی می‌کردن و به تکنولوژی ساخت سازه‌های زیادی هم دست پیدا کرده بودن که بهشون اجازه میداد توی هر بایومی سازه‌های حیرت انگیز برای زنده موندن بسازن. ایده کشتیایی ساختن و به دریاها سفر کردن و غنایمشون رو توی سازه‌های در اعماق دریا مخفی کردن. ایده هم به در صحراها رفتن و با ساختن تمپل‌ها به زندگی خودشون ادامه دادن. بجز قبیله شلوار آبی‌ها، انسان‌های دیگه هم روی این زمین زندگی می‌کردن به نام ویلیجرها. ویلیجرها برخلاف شلوار آبی‌ها هوشمند و دسترسی به ساخت تکنولوژی پیشرفته نداشتن و برای همین اکثرا توی روستاها و زمین‌های کشاورزی کوچیک زندگی می‌کردن و تکنولوژی مورد نیازشون رو با شلوار آبی‌ها مبادله می‌کردن. حالا توی این روستاها افرادی زندگی می‌کردن که کارهای نابخشودنی انجام میدادن که این کارها باعث طرد شدنشون از روستا میشد. افرادی مثل ویچرها، ایووکرها و ویندیکترها بعد طرد شدن حتی کارهای وحشتناکتری از جمله تغییر ژنتیکی یه سری اوی این خط داستانی واسه این ویدیو نیستش که اسپویل نکن مردمو. شرمنده و حواسم نبود. چیزه آره بچه‌ها خلاصه یه سری کارهای خیلی بدی می‌کردن. برو اونور بقیه‌شو خودم میگم خراب کردی. آقا خلاصه این قبیله شلوار آبیا کم کم به تکنولوژی ساخت پورتال دست پیدا کردن و تونستن به ندر سفر کنن. اونا برای اینکه از گرسنگی نمیرن مقدار زیادی خوک با خودشون به اون دنیا بردن چون نمیدونستن دیگه قرار اونجا با چی مواجه بشن. اونجا هم چون شرایط زندگی و زنده موندن خیلی سخت بوده تصمیم گرفتن یه سری سازه ها و قلعه های بزرگ برای خودشون بسازن که بتونن از خوک ها و غنایمشون توی یه جای امن محافظت کنن. بعد از گذشت چند روز این خوک ها کم کم گرسنه میشن و در حال مردن بودن. مردم قبیله برای اینکه خوکاشون از گرسنگی نمیرن بهشون ندروارت میدن، تنها گیاهی که توی ندر در میاد و فقط هم از سول سند میشه کشتش کرد. خوکا بعد از تغذیه از ندروارت دچار تغییر ژنتیکی شدن و به پیگلین ها تبدیل شدن و به شلوار آبیا به دلیل زندانی کردنشون و تغذیه ازشون حمله کردن. اومدن انقلاب کنن که این حملات زیاد دوام نیاورد چون انسان ها سلاح الماسی داشتن و کلا تیکه تیکشون کردن. در نهایت هم این پیگلینا فرار کردن. قبیله شلوار آبیا وقتی یکی از اعضای قبیلهشون میمرد جسدشو توی سنگ و خاک‌های معمولی قرمز رنگ دفن میکردن، اما نمیدونستن که این بلاک‌ها میتونن ارواح مرده رو به خودشون جذب کنن و سولسند به وجود بیارن. بعد از جذب ارواح مرده جسم بیروح تبدیل به ویدر اسکلتون میشد و دلایلی که ویدر اسکلتون هم فقط داخل قلعه ها اسپان میشه و این برون بر میرم همینه. خلاصه آقا زمان میگذره این قبیله شلوار آبی ها در نهایت تصمیم میگیرن برگردن به اوورورلد، ولی از شانس گندشون دقیقاً همون زمانی بوده که یه ویروسی تو اوورورلد پخش شده بوده که میگفتن ساخت اون ویروس توسط افراد طرد شده از یه ویلیجی بوده. خلاصه شلوار آبیا برمیگردن اوورورلد، بعد میبینن یه ویروسی هست که ویلیجرها و شلوار آبیا رو تبدیل به زامبی میکنه. اونجا هم یه جنگ بزرگ را میفته که بهش میگن آخرالزمان، جنگی که هزاران نفر از ویلیجرها و شلوار آبیا رو میکشه و نابود میکنه. شلوار آبیا ها هم به شدت تلاش میکنن که زامبیا رو بکشن، اما این زامبیا چون از اول مرده بودن بعد اینکه میمردن دوباره تبدیل به اسکلتون میشدن که این وضعیت رو بدتر میکرد. اینا نمیتونستن باش بجنگن، به همین دلیل شلوار آبیا راهی به جز برگشتن به ندر برای فرار از دست این زامبیا نداشتن. خلاصه اینایی که ازشون زنده میمونن برمیگردن ندر، اما موقع فرار یه تعدادی از این زامبیا هم همراهشون از این پورتال رد میشه و به ندر میاد. اونجا هم این زامبیا چند تا پیگلین رو آلوده میکنن و زامبی پیگلین به وجود میاد. حالا ویروس حتی توی ندر هم پخش شده بود. دیگه هیچ راهی برای شلوار آبیا وجود نداشت، اما توی افسانه ها و اساطیر قبیلهشون گفته بودن که آره یک موجودی با یک قدرت فوق العاده وجود داره و مردم بر این باور بودن که اگه یه جوری به وجودش بیارن یا احضارش کنن میتونه ازشون محافظت کنه. اون موجود کی بود؟ ویدر. حالا اگه به سنگای نارنجی رنگ تمپل هم نگاه کنی میتونی طرح هک شده ی ویدر رو روی اونا ببینی. پس یعنی مردم قبیله کاملا راجع به ویدر اطلاعات داشتن و میشناختنش. اونا اومدن با بلاکایی که از جنس ارواح مردم خودشون بود و سر ویدر اسکلتونا و یه ذره دانشی که از جادو اینا پیدا کرده بودن یه ویدر بسازن و برگردن به اوورورلد تا زامبیا باشون مبارزه کنن. خیلی خوب دیگه حرف زدن زیادی بس نفله نوبت بزرگتر است. آقا این تومونابیا اومدن به جهان اصلیشون تا ویدر رو احضار کنن که ازشون محافظت کنه.
با جادو و سلسند و 3 تا سر ویدر اسکلتون و اینا بالاخره ویدر رو احضار کردن، ولی اوضاع اصلا اونجوری که فکرشو می‌کردن پیش نرفت. جون تو گاوشون زایید، چون ویدر بعد احضار شدن علاوه بر نابود کردن زامبی و اسکلتونا به ویلیجرها خود تومبونابیا هم حمله کرد. همه چی هم قاراش بیشتر شد. این تومبونابیای فلک زدم سعی کردن با ساختن آیرون گولم و این چیزا خودشون رو روستاها محافظت کنن، ولی آیرون گولم حریف این ویدر ناکس نشد و تمام سازه‌های این قبیله و خونه‌هاشون نابود شد، البته به جز تمپلا و اوشن مانیومنتا و معدن‌های ماین، چون دسترسش خارج بود. حقیقتا اینجوری شد که این تومبونابیا دومشون رو گذاشتن رو کولشون، به زیرزمین نزدیک بدراک فرار کردن. چند سال گذشت این قبیله زیرزمین استرانگولدا رو ساختن. یه طرف ویدر بعد از کشتن مقدار زیادی ماب و زامبی دی اسپان شد. جمعیت زامبی و اسکلتونا کمتر شده بود اما همچنان وجود داشتن. این تومبونابیام چون تو زیر زمین بودن از این موضوع خبر نداشتن، برای همین دنبال یه راهی بودن تا به یه جهانی برن که ویدرها هرگز نتونن پیداشون کنن. جون تو خیلی ترسیده بودن بیچارا. تومبونابیام با پیشرفت تو جادو تونستن وسایلشون رو اینچنت کنن و دروازه‌ای بسازن به جهانی که ویدر هرگز نتونه اونو خراب کنه، یعنی اند. متن من تمام شد. خدا نگهدار. سلام عزیز ایلام، چطوری؟ حالت خوبه؟ من برگشتم. آره میدونم خیلی وقت بود که نبودم. حالا ولش کن این حرفا رو. اومدم خفن ترین قسمت داستان رو براتون تعریف کنم، چون میدونی دیگه من از همه کاراکترهای ممنتو خفن‌ترم، بس خفن‌تری بخشم به من میدن. حالا آقا شلوار آبیا وقتی رفتم به اند، اونجا پر اژدهایی بود که بر اند حکمرانی میکردن. قبیله‌های اونجا خونه‌های بزرگی به اسم انسیتی و کشتی‌هایی برای رفت آمد درست کردن که به جزایر دیگه انسیتی هم دسترسی داشته باشن. از اونجایی که خیلی توی جادو پیشرفت کرده بودن، به راحتی میتونستن با اژدها مبارزه کنن و اگه دقت بکنین صندوقای توی اند تمام وسایلش این چند شده است، در صورتی که توی ندر هیچ کدوم از وسایل این چند نشده. حالا این قبیله به 2 گروه تقسیم شده بود. گروهی که بر این باور بود باید اژدها نابود بشن و تنها راه برگشت به اوورورلد همینه، و گروهی که کاملا مخالف گروه قبلی بود. گروه اول به طور کامل تمام اژدهای اند رو نابود کرد و سرشون رو به کشتی‌ها نصب کرد و با بالاشون الایترای چی حج کرد که پرواز کنن باش عشق کنن. حالا گروه مخالف هم کریستالایی ساختن که از تنها اژدهای باقی مونده اند محافظت کنه و نذاره بمیره و نسلش هم منقرض نشه. آژیخوی و غذای شلوار آبیا هم کم کم رو به اتمام بود و اونا مجبور شدن که از میوه‌های ناشناخته‌ای که قدرت تلپورت داشتن استفاده کنن. خوردن و تغذیه از این میوه‌ها بعد چند سال باعث تغییرات ژنتیکی توی قبیله شد و اونا رو به اندرمن ها تبدیل کرد که ویدیو اثباتش هم همین بالا سمت راست میاد، میتونید ببینید بعد این ویدیو. خلاصه افراد کمی که باقی مونده بودن تصمیم گرفتن که زاد و ولد کنن تا نسلشون منقرض نشه. اونجا بود که استیو در گروه موافقان کشتن اژدها متولد شد. اندرمن ها که حالا توانایی تلپورت بین ابعاد مختلف رو دارن، اشتباهی استیو رو به اوورورلد تلپورت میکنن تا که شما با اینونتوری خالی در تلاش برای برگشت به اند و تموم کردن کار نیمه تمام قبلی خودتون، یعنی کشتن آخرین اژدها، بازی میکنی. خب حقیقتش من اولین بار بود که داشتم داستان ماینکرافت رو میخوندم. با خوندن این متن واقعا خیلی برام جالب بود که این موجوداتی که توی ماینکرافتن یه بک‌گراندی دارن و نویسنده گفته که تموم نشده، چیزهای دیگه هم هست که هنوز نگفتیم و میگه که دوست داره تو قسمت‌های بعدی تعریف کنه. اگه دوست داشتین توی کامنت ها بگین، ویدیو رو لایک کنین و متن این ویدیو قبل از همه اتفاقات اخیر نوشته شده بود. شما هم گفتین که دوست دارین یه ذره حالتون بهتر بشه و نویسنده بنده خدا هم زحمت کشیده بود اینو نوشته بود. تصمیم گرفتیم این ویدیو رو بسازیم براتون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگرم کسی ناراحت شده بدونه که متن این ویدیو 4 ماه قبل نوشته شده بود. دمتون گرم، عشق منین. شب بخیر.